دوستا صبحتان بخیر. صبح شما هم بخیر استاد. معسلین عزیز، امروز یک مصاحبه را میشنویم. باز شما در موردش گزارش تهیه کنین. چی استاد؟ مصاحبه؟ آها. استاد ما نمیتونیم. چرا نمیتونین؟ شما همه ایتون ژورنالیستای موفق هستین. نه استاد، ما هیچ چیز کردن نمیتونیم. یکیش مصاحبه میگه، دیگه‌ش نمیفهمه. هر کدام از خود هر چیز نو کشیده میره. آماده هستین؟ با هم میشنویم. بعد از شنیدن این مصاحبه ما به این تصمیم رسیدیم که مثل همین شخص شوم. میخواین که او را ببینین؟ بله استاد، بله استاد. بله استاد، بله استاد. سلام استاد. استاد جان سلام. خدا کنه که بفته. سلام. 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 استاد جان سلام. شما خوب هستین؟ تشکر. سلام علیکم استاد. استاد کدام کار خونه دارین؟ نه چرا؟ خیلی بیاین امروز با در کانتین چای بخورین. آیا کدام گپی مهم است؟ سالگیری دیوه است. میخوایم متعجبش کنیم. خوب پس این گپ است؟ بله استاد. خدایا توبه میکنم. خیریت خواه است استاد؟ خسته معلوم میشی. خسته نیستم، از زندگی خسته شدیم. زندگی سرگردان است. کی سرگردان نیست استاد؟ تو چطور اینقدر به کار علاقمندی پیدا کردی؟ والا چی بگم استاد؟ یک علاقه خاص همراه درس دادن و پانزه پیدا کردیم. یک دلیل خدا را. استاد فکر میکنم که حالا از معسلین و پانزه یک چیز جور میشه. تمیم، ما هم یک وقت مثل تو همه قسم خوب فکر میکنم. آلیا می چیز نشده استاد؟ میگن مایی را که هر وقتی از او بگیری تازه است. اون آمد. سلام استاد. سلام. شما کجا بودین؟ بخیر مرا تنها ماندین. چرا چی گپ است؟ دیوا جان روز تولدت مبارک. تشکر استاد. تولدت دیوا جان مبارک. روز تولدت مبارک. دیوا جان بیا که شروع کنیم. تو واسه شما را میدان نکنین. گوگرد کجا؟ بفرمایین استاد. یگان چیزای دیگر هم یاردین به این بیچاره که خوب معلوم میشه. این چیزا هم ناوردین. دیوا جان امرایت کمک کنم. من به کمک تو ضرورت ندارم. باش که من کمکت کنم. دیو سایکو برای چی کارا میکنم؟ کم بود که دستم بسوزه. شروع کنه که دیو کلش روشن کنم. صبر که حالا پوف میکنم. پاسونا مچاخونه خوبتی؟ این استاد بگیم. یک چک خوب محکم. از تمامتان تشکر. نمیفهم که نیکیتان چطور ادا کنم. یک ذره کیک مرا بده ادا میشه. او بچه کجا تم امروز گم هستی؟ به بار اول صندوق شکایات دیدم. میفهمی که شکایات ما هم زیاد است.
حیران ماندم که از دیگه چی کجا وقت بند شروع کردم؟ کنم. ما هم امیال دیدمش. باش که یک شکایت دارم میره پرتم. نوشته که شکایت ده مرا که ما نوشته کنم. مرا تو قلم تا بده. بابا چه صحیح شکایت نشته کنی فهمیدی؟